مفصل استرن کلاویکولار، جایی که استخوان ترقوه به جناق سینه متصل میشه و تنها اتصال اندام فوقانی با تنه رو برقرار میکنه. ثبات استاتیک این مفصل توسط کپسول مفصلی و 4 لیگامنت دیگه تأمین میشه. علاوه بر کپسول مفصلی، در قسمت پشت کپسول لیگامنت پوستیریر استرنوکلاویکولار رو داریم و در قسمت قدام کپسول هم انتیریر استرنوکلاویکولار رو داریم که این اپلیکیشن متاسفانه نداشتش. در این قسمت اینترکلاویکولار لیگامنت رو مشاهده میکنید و در بین دنده اول و ترقوه لیگامنت کوستوکلاویکولار رو داریم. این 4 لیگامنت از جابجایی فوقانی استخوان کلاویکل جلوگیری میکنن. دقت داشته باشید برای اینی که 180 درجه ابداکشن در مفصل شانه ما اتفاق بیفته، علاوه بر این که به آپوارد روتیشن استخوان اسکاپیولا نیاز داریم، برای تأمین این حرکات استخوان ترقوه 40 درجه باید الیویت بشه.